قراره یکی از بزرگترین سوالات شما رو برای همیشه جواب بدیم. سوال: چرا نمیتونیم از جهانمون خارج بشیم؟ تصور کنید روی سطح زمین رانندگی میکنید. اگر مسیری مستقیم رو انتخاب کنید و همینطور ادامه بدهید، پس از طی حدود 40,000 کیلومتر به جای اول خودتون برمیگردید. پس مهم نیست چه طولی حرکت کنید و چه عرضی حرکت کنید، در هر دو صورت به جای اول خودتون برمیگردید و نمیتونید زمین رو ترک کنید. پس شما از طریق ابعاد دوگانه طول و عرض قادر به ترک زمین نخواهید بود، اما اگر از بعد سوم استفاده کنیم چطور؟ بله، اگر از بعد ارتفاع استفاده کنیم به راحتی میتونیم زمین رو ترک کنیم و به فضا برویم. پس سیاره ما در دو بعد بی‌نهایته، اما در بعد سوم لبه دارد و برای ترک اون مجبوریم از بعد سوم استفاده کنیم، یعنی همان ارتفاع. اما جهان ما در سه بعد هم بی‌نهایته، یعنی اگر ما از سیارمون دور بشویم، از سامانه خورشیدی هم دور بشویم و در نهایت از کهکشانمون هم خارج بشیم و همینطور پیش برویم، در نهایت به جای اولمون برمیگردیم. پس برای خروج از جهانمون باید چه کار کنیم؟ پاسخ: استفاده از بعد بالاتره که یکی از راه‌های آن کرمچاله ها هستن. کرمچاله ها میتونن اونقدر فضا و زمان چهاربعدی ما رو خم کنن تا اون رو از طریق بعد پنجم به یک فضا و زمان دیگه اتصال بدن. بعد پنجم همون ابرفضاست که فضا و زمانهای چهاربعدی ما مثل جهان ما را توی خودش جا داده، اما به وسیله کرمچاله ها میتونیم از این ابرفضاها عبور کنیم و جهان دیگه ای را وارد بشیم.